السلام علیکم هموطنان عزیز و مهربان. میخوام که شما را تبریک کنم به این روز مبارک، به این روز خوشبختی عید شریف رمضان. این رمضان یک ماه بهترینی هست در همین سال که به همه خانواده من و شما فیض و برکت میارد. میخوام گفتنی هستم که بیاید سخت دعا کنیم که در همین عید شریف رمضان پروردگار همین مصیبتی که امروز در سر خلق ما آمدگی است، همین مشکلی که امروز در سر فرزندان ما آمدگی است، به خلق دنیا آمدگی است، همین پروردگار از سر ما دور کند، فیض و برکت عطا کند. خانواده ما با دولت ما، با خلق ما، با مسافرای ما پروردگار از مسافرها جمع کند، کسب و کار شما برکت یاد. بار دیگر میخوام شما تبریک کنم به این روز شریف، عید شریف رمضان. الهی همتون سالساله شوید، روزه نماز همه ما خداوند به درگاهش قبول کند، از گناه های ما بندگانش پروردگار گذشت کند، پروردگار خیرات من و شما کردگی به درگاهش قبول کند. عیدتان مبارک.